جناب شیردل، در حال حاضر به طور کلی صادرات خراسان رضوی چقدر هستش و چند درصدش به سمت تاجیکستان اتفاق میفته؟ به نام خدا. ببینید تاجیکستان و صادرات استان، خب خدا رو شکر هدفی که سال 1402 داشتیم الحمدلله رو به رشد بود. یعنی در کل کشور خراسان تنها استانی بودش که صادراتش رشد داشته که بیش از تقریبا حدود 1,700,000,000 دلار صادرات داشتیم. اون هدف گذاری که سال گذشته توسط سازمان سمت و مسئولین استان تو بحث صادرات داشتیم 1,650,000,000 فکر میکنم بود که ما خدا رو شکر از اون هدف گذاری عبور کردیم و به اون مبلغی که پیش بینی شده بود گذشتیم. خدا رو شکر خیلی خوبه. تاجیکستان بابت یک سری محدودیت‌ها و یک سری مسائلی که قبلا داشتیم رشد خوبی داشتیم تو سال گذشته، ولی امسال باید بهتر از سال گذشته میشه چون اون ارتباطات برقرار شده. سفر رئیس جمهور به کشور تاجیکستان بود، سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران و هدف گذاری که بین مسئولین کلان کشور که حتما این ارتباط با تاجیکستان به خاطر هم فرهنگی هم زبانی و هم کیشی بودن درخواست دارن. این حتما امسال رشد قابل توجهی رو داریم ما تو بحث صادرات به تاجیکستان. درسته. در زمینه واردات ما چه مقدار واردات داریم و اینکه بیشتر در چه زمینه‌ای و در مورد چه محصولاتی هست؟ حالا بحث واردات در تاجیکستان معمولا بیشتر پنبه هستش که ما هم برای داخل استفاده میکنیم و هم بحث ترانزیته و من نظرم اینه که پیشنهاد میدم که تو بحث، چون اونا تو بحث میوه و خوشبار امکاناتی دارن، اینا رو ما بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم، کالای اونا رو بیاریم بسته‌بندی بشه و از کشور به عنوان ترانزیت از اینجا هم بحث بسته‌بندی تو مناطق آزادمون تو سرخس یا تو مناطق دیگه بیاریم بسته‌بندی کنیم، یک ارزش افزوده کالا اضافه میشه و بتونیم اینو ترانزیت کنیم از ایران بیاریم. همون بحث تراز تجاریمون با تاجیکستان خوب میشه چون ما الان بیشتر صادر کننده ایم. اونا هم همیشه همین میگن که آقا این کالای ما رو ببرین. یک سری محدودیت‌های ما داریم رو بحث کالا به داخل کشور که اون میشه از بحث قرنطینه‌ای و استانداردها رو اونا میتونیم تعریف کنیم، هم برای داخل اگر نیاز نباشه اون رو برای بسته‌بندی برای ارزش افزوده و تراز تجاریمون بین دو کشور مثبت بشه، یک حدی رو ما بیاریم برابری بکنیم. درسته. اتفاقات مثبتی افتاده اما همچنان هم چالش‌هایی وجود داره که فکر می‌کنیم باید حل بشه. ببین از طریق دولت، خب خوشبختانه دولت 13 بحث دیپلماسی اقتصادیش خیلی خوب عمل کرده. یعنی ما قبلا سفارت‌ها اگر فعال اقتصادی میرفت اونجا زیاد باها بهش نمیدادن اهمیت، ولی الان مسئولین خود به خصوص خود سفرامون، رایزنه اقتصادیمون، حتی بحث معاونت اقتصادیمون که های دکتر سفری هستن خیلی فعال شده. این نشانگریه که دولت میخواد بحث اقتصادی رو انجام بده. حالا در کنار این یک موضوع هستش که بحث زیرساختیمون مشکل داریم. مثلا تو بحث اقتصاد و صادرات ما مشکل حمل و نقل داریم. اینا رو باید بیم تو بحث حمل و نقل، زیرساخته حمل و نقل رو درست کنیم که بتونیم قیمت تماشای کالامون رو بتونیم ارزان‌تر ببریم. یه سری بحث‌های مثلا قرنطینه‌ای، استاندارد اینا رو داریم. اینا رو میتونیم با تعامل، با ارتباط بین مسئولین اینا رو حلش کنیم که آینده خوبی داشته باشیم تو بحث تجارت با تاجیکستان. برای افق امسالمون ما میتونیم عددی رو مشخص کنیم که بگیم مثلا ما هدف داریم که امسال این مقدار صادرات یا واردات داشته باشیم. امسال هدف گذاری که حالا پیش بینی شده، صحبت شده، به نظر من 1,850,000,000 دلاره که خدا بخواد و این یک سری مشکلات پیش پای صادرات رو اگر کمش بکنیم حتما از این هدف امسال انشالله عبور میکنیم. چون سال گذشته با این مشکلات تعهد ارزی، مشکلات ریلی، مشکلات جاده‌ای، حمل و نقلی که داشتیم و زحمت زیادی رو بخش اقتصادی به خصوص صادر کننده و صنعتی یا تولید کننده استان انجام دادن. خدا رو شکر خیلی حتما امسال هم اون هدف عبور میکنیم. درسته. یه تاریخچه‌ای وجود داره در زمینه تعامل ایران با تاجیکستان، اونم سر فروپاشی شوروی و بعدش هم استقلال پیدا کردن تاجیکستان که میگن خب حالا چون اونا یک سری محدودیت‌هایی داشتن سودجویی‌های اتفاق افتاد. این تاریخچه آیا از نظر شما صحت داره که باعث مثلا بدتر شدن شرایط تجاری بین ایران و تاجیکستان شده و آیا تاثیر داشته توی این بعد از فروپاشی که انجام شد اینا چون با هیچ کشور ارتباطی نداشتن زیاد تو بحث اقتصادی اومدن وارد بخصوص کشور مثل کشور ما شدن چون از نظر زمینی راحت میتونستن بیان.
بله. ما هم اوایل سال 73 تجربه اقتصادی و صادرات درستی نداشتیم. خب متاسفانه اونا دید بسته‌ای داشتن و وارد کشور ما شدن، اومدن کالا سفارش دادن، من با فروشنده یا که بعداً الان شدیم صادر کنند، اون موقع تجربه الان نداریم. کالای بی‌کیفیت فرستادیم اونجا، فکر نکردیم که بعد بلند مدت مشکل می‌خوریم. اونا هم چون تجربه ای کار نداشتن اومدن کالا رو بردن، نتونستن بفروشن، مشکلات خورد بین ایرانی‌ها و دوستان رو تاجیک، ترکمن و کشور دیگه. و خدا رو شکر الان اون گذر کردیم از اون طرف. یعنی اگه الان کسی میخواد وارد بازار تجارت بشه باید تخصصی کار کنه. اون موقع ما سنتی وارد شدیم. الان حتما باید یک شرکت ثبتی داشته باشی، حتما یک برند مشخص داشته باشی، کالایی ببری با کیفیت، چون 2000 کیلومتر 1500 کیلومتر شما موقع مسافت هزینه هم بدی و جنس بی کیفیت باشه اونجا کسی خریدار نیستش. اونها هم به تبع همینجور شدن، دروازه جهان بروشون باز شده. اونا هم الان دیگه ترکیه میرن، آذربایجان میرن، روسیه میرن، چین میرن، همین کشور اروپایی، آمریکایی دارن میرن دیگه. اونا سنتی قدیم نیستن که بیان بگن نزدیکترین راه ایران یک کالا بخریم بریم. درسته. الان ما اگر میخوام ادامه دار بشیم، اگر تولید کننده یا صادر کننده ما میخواد توی بازارها جایگاهی داشته باشه، حتما باید جنس با کیفیت بده، حتما باید بسته‌بندی خوبی داشته باشه، حتما باید برندشو بره ثبت جهانی بکنه که فردا نیان از اون برند تقلبیشو بزنن که بتونه آسیب بزنن. این کارا خدا رو شکر هم تو ایران انجام شده هم اونجا و قدرت خرید اونها هم خیلی بالا رفته نسبت به 20 سال پیش یا 15 سال پیش. این ارتباطه خدا رو شکر داره میبینه. فقط یه سری مسائل، حالا بحث‌های سیاسی، یک سری بحث‌ها بین کشورها به وجود میاد که وقفه درست میشه. والا هم مسئولین هم بخش خصوصی خیلی راغبن کار کنن، به خصوص خود مردم تاجیکستان علاقه‌مندن کالای خراسانی یا ایرانی ببرن. این خیلی مهمه. فقط همین که چون ارق خودشون ایرانی بودن و میدونن، فارس زبان بودن و هم زبان بودن و خیلی راغب ترن که مثلا به جای جنس ایرانی به جنس ترکی بخرن یا چینی بخرن. برای همین ارتباط قلبی بین دو تا کشور و بین مردمش ارتباط برقرار شده و اینم خودش یک مزیتی که باید دقت بکنیم، هم ما بخش خصوصی و هم دولتیامون تو بحث‌های روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادیمون ان شاءالله بتونیم. درسته. در مورد تعامل بیشتر با تاجیکستان موضوع نوید بخش دیگه‌ای برای تجار وجود داره که بخواید بهش اشاره کنین الان؟ این هم بحث‌های سرمایه‌گذاری هستش که الان هم دولت تاجیکستان هم دولت ما دارن حمایت میکنن تو بحث‌های سرمایه‌گذاری. فقط این بحث سرمایه‌گذاری باید یک طوری باشه اصولی و قانونمند بشه. در گذشته در گذشته مثلا اونجا هم ثبات اقتصادی درستی نبود، بخش خصوصی خودشون میرفتن وارد مذاکره میشدن بدونی که با سفارت مشورت کنن، بدونی که با یک وکیلی که قانون تاجیکستان یا قانون ایرانی میدونن بشینن مذاکره کنن. همینجوری شخص میرفتن یک قراردادی میبستن، وقتی که مشکل پیش میومد میرفتن سفارت. ولی الان خدا رو شکر اتاقای مشترک فعال شده، سفارتامون فعالن. کسی که میخواد بره قبلش میاد یک مشورت با اتاق مشترک، من میخوام برم تاجیکستان، خب من آقای روشنک دوستان هیئت مدیره راهنماییش میکنیم با تاجیکستان این ظرفیت‌ها رو داره، اگه میتونی وارد بشی با این، اگر نه مثلا کالشون شاید نتونی تو تاجیکستان وارد بشی، برو مثلا تو ازبکستان، برو مثلا تو عمان. اینو خدا رو شکر داریم تو هم ما تو بحث اتاق مشترک داریم این راهنمایی مشاوره رو میدیم. کسی دیگه مثلا سفارتامون دیگه مثل قدیم نیستش، درا بسته باشه محدود. الان هر کسی که بخواد بیاد با یک تلفن میتونه با رایزن اقتصادی تاجیکستان صحبت کنه، میتونه بره تو سفارت تاجیکستان در تهران بشینه اونجا صحبت کنه، آقا من میخوام برم راهنماییش میکنم. این ارتباط هم مستلزم اینه که مسئولین رد بالا میخوان کار انجام بشه، میخوان ارتباط تو بحث اقتصادی، تو بحث گردشگری، تو بحث‌های گردشگری سلامت میخوان، مثلا تو بحث دارو و پزشکی اونا اعتقاد دارن رو کالای ایرانی، دارو ایرانی رو قبول دارن. این خیلی مهمه. اینه که بعد ما برنامه‌ریزی بکنیم که با چه کالایی، چه حالا تو بحث سرمایه‌گذاری، چه بحث کالایی می‌خوایم جنس با کیفیت و عالی بفرستیم که ان شاءالله نتیجه خوبه. بسیار عالی. نکته دیگه‌ای هست که فکر می‌کنید بعد اشاره بشه بهش؟ ببینید من همیشه تو آخر مصاحبه‌ام همین میگم، تقاضامون اینه که مثلا دولتیای ما با بخش خصوصی ارتباط خوبی داشته باشن. ما رو مقابل خودشون ندونن، ما رو کنار خودشون کنن، به عنوان یک کارشناس نظر بخوان. من که 30 سال تو تاجیکستان کار کردم، از زمان جنگش بودم، زمان اختلافات سیاسی بودم،
تمام اینا رو میتونم بیام یک مشاور، یک رایزن بازرگانی اگه میخوام برن اونجا باش راهنمایی کنم، بگم مشاوره بدم این کاری که برای آینده چی کار باید بکنم. فقط همین بخش اقتصادی دولتیامون با بخش خصوصیمون باید کنار هم بشن، از ظرفیت همدیگر استفاده کنن. این کار انجام بشه، بخصوص تو کشور تاجیکستان که ما زمینه رو آماده داریم، باید بخش خصوصی حمایت بشه. بخش خصوصی باید طبق نظر و سیاست‌های دولت بره جلو که موفق باشه تو بازار بتونیم ان شاءالله به اهداف بلند برسیم. ان شاءالله. متشکرم.